خب دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما 6 ماه پیش اومدیم اینجا یک قرارداد 2 ساله بستیم و مالک به ما قول داد که تا 10 سال هم حتی ما میتونیم اینجا فعالیت کنیم. خب ما طبیعتا به خاطر حال بچه‌ها، رفاه بچه‌ها یه مقدار هزینه کردیم، سرامیک، برق، آب، گاز و حالا فنس‌کشی‌هایی که کردیم، سقف‌هایی که زدیم. درجت الان مالک به من زنگ زده میگه من اینجا رو فروختم و مالک جدید میخواد بیاد اینجا فعالیت کنه. از اونجایی که ما از این تجربه زیاد داریم تو این چند سال، من به این نتیجه رسیدم که اگر ما یه تیکه زمین برای خودمون داشته باشیم که بتونیم بچه‌ها رو توش نگهداری کنیم خیلی بهتره. حالا اگر از این شرایطش داره، زمینی داره، حالا به قیمت مناسب، چون ما توان مالی زیادی هم نداریم که بخوایم خریداری کنیم یه زمینی رو که قیمتش بالا باشه، حالا بتونیم یه جایی تجهیز کنیم برای بچه‌ها دائمی، چون بچه‌های ما هم دائمی و معلول هستن، همیشه پیش ما هستن. من یه شماره تو کپشن میذارم، تو واتساپش هماهنگ بشید، اگر نه که دایرکت